از وقتی خودمو شناختم دیدم دلباخته پسر همسایه روبرویمون شدم. پنجره‌های اتاقمون روبروی هم بود و هر شب کنار پنجره وای میسادیم و بدون هیچ حرفی به همدیگه نگاه میکردیم. نه اون روی حرف زدن داشت نه من. سال 68 بود که یه روز مامانم اومد پیشم و گفت دخترم کلی خواستگار داری، بابا 2 3 نفر رو فعلا تایید کرده، میخواد بذاره بیان خونه که آشنا بشیم. با شنیدن اسم خواستگار یاد بهزاد افتادم. چند بار خواستم به مامانم بگم اما خب میدونستم عواقب خوبی در انتظارم نیست. خواستگارا طی 3 شب اومدن و خدا رو شکر بابام هیچ کدوم رو پسند نکرد. شب سوم بعد رفتن خواستگار آخری رفتم کنار پنجره ایستادم. همون لحظه بهزادم اومد کنار پنجره. باز هم به هم خیره شدیم. بهزاد کنار پدرش میرفت نونوایی، صبحها کار میکرد. بعد از ظهرها هم میرفت دور میدون میوه میفروخت. اون شب برای اولین بار صداش رو شنیدم. بهم گفت مژگان خانم میخواید ازدواج کنید؟ فهمیدم که خبر خواستگاران به گوشش رسیده. سرمو به معنی آره تکون دادم. غمگین نگام کرد و بعد رفت. آرزو داشتم همسر بهزاد بشم و خدا خیلی زود آرزومو برآورده کرد. دقیقاً 1 هفته بعد اقدس خانم مامان بهزاد به مامانم گفت میخوان بیان خواستگاری. مامانم خیلی خوشحال شد و میگفت چند سال همسایه‌مونن، هیچ چیز بدی ازشون ندیدیم و این وصلت میگیره. بابامم با مامانم هم عقیده بود و خیلی زود نامزد شدیم. بهزاد 3 داداش داشت و خودش بچه اول بود. منم بچه اول بودم و 2 تا خواهر از خودم کوچیک‌تر داشتم. قرار بود با اقدس خانم اینا زندگی کنیم و چون نزدیک خونه مامانم بود خوشحال شدم. خیلی زود ازدواج کردیم، تو محل عروسی گرفتیم و همه میگفتن عروسیتون خیلی خوش گذشته. زندگی رویایی من و بهزاد شروع شد. اون موقع‌ها دلها شاد بود و غم مهمون خونه‌ها نبود. ما خیلی زود بچه‌دار شدیم و تا سال 76 من 4 تا فرزندم و به دنیا آوردم. حدوداً 7 سال بعد مادر شوهرم فوت شد. پدر شوهرم جوان بود و 1 سال بعد مرگ مادر شوهرم زن گرفت. با اومدن زن جدید ما یه خونه 2 طبقه خریدیم. اون یکی برادرای بهزاد هم یکیشون ازدواج کرد و رفت اصفهان و اون یکی هم واسه کار رفت شمال و موندگار شد. من اصرار داشتم بعد مرگ مادر شوهرم خونه جدا بخریم اما همسرم قبول نکرد. زن جدید پدر شوهرم اسمش لیلا بود و همون ماه اول باردار شد. لیلا حدوداً 10 سال از من بزرگتر بود و 43 ساله بود. یه فرزند پسر دیگه هم به دنیا آورد. همسرم اصلا از این اوضاع راضی نبود. میگفت بابام نباید زن میگرفت. حالا که زن گرفته نباید بچه دار میشد. منم گفتم بابات جوونه، اونم انسانه، تنها میمون چیکار میکرد. همسرم فقط سر تأسف تکون میداد و چیزی نمیگفت. سالها گذشت و ما همچنان با پدر شوهرم زندگی میکردیم. سال 94 بود که همسرم تصادف کرد و فوت شد. من موندم با 4 تا بچه. دخترم 1 ماه قبل از فوت شوهرم تازه ازدواج کرده بود. پسرم هم واسه دانشگاه رفت. 2 تا دختر دیگه‌م هم هنوز مدرسه‌شون مونده بود. خیلی هممون داغون بودیم اما خب زندگی ادامه داشت. دخترم ازدواج کرد و رفت کرمانشاه، پسرم هم واسه دانشگاه رفت. 2 تا دختر دیگه‌م هم گفتن حوصله درس خوندن نداریم و اونا هم ازدواج کردن. فقط خودم موندم. مامانم میگفت بیا پیش ما زندگی کن. حتی تصمیم گرفتم برم اما پدر شوهرم و لیلا اجازه ندادن. لیلا بی‌نهایت زن خوبی بود و محبت داشت. منم وقتی محبت اونا رو دیدم تصمیم گرفتم بمونم. راستش خیلی تنها شده بودم و بچه‌هام هم ازم دور بودن. اصلا بهم سر نمی‌زدن. از بس پیش لیلا و مادرم رفته بودم که دیگه روم نمی‌شد برم. مدام واسه بهزاد گریه می‌کردم و میگفتم تو چرا منو تنها گذاشتی؟ حالا من چیکار کنم؟ یه رفیق داشتم به اسم مریم بهم گفت مژگان ازدواج کن. من گفتم نمیشه، من دوماد دارم، به زودی عروسدار میشم، چطور برم ازدواج کنم؟ کلی حرف پشتم در میارن. گفت چه حرفی؟ تو حق زندگی داری. هر کاری کرد قبول نکردم. حتی منو با 1 2 نفر آشنا کرد اما بازم به دلم ننشست و همون قرار اول ردشون کردم. پسر لیلا اسمش رضا بود. خیلی شیطون بود و همه ازش اعتراض داشتن. گاهی که از حیاط رد می‌شدم می‌دیدم که نگام میکنه. اول بهش بی‌اعتنا بودم اما خب بعدش دیدم نه داره پروتر میشه. خجالتو گذاشتم کنار و یه روز رفتم پیشش گفتم دوستای قشنگم قبل از اینکه بقیه داستان رو واسهتون تعریف کنم لطفاً ویدیو رو لایک کنید و برای اینکه بقیه داستان‌های جنجالی ما رو بشنوید لطفاً سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. متشکرم. رضا جان چرا همچین نگاه میکنی؟ جواب داد خوشگلی.
از جوابش جا خوردم. نمیدونستم چی بگم. آخه چطور همچین حرفی رو بهم زد؟ هول شدم و رفتم خونم. مدام حرفش میومد تو ذهنم. خب چند سالی میشد که همسرم فوت شده بود. تنها بودم. نمیدونم کلی فکر و خیال میومد سراغم. رضا هر روز پرروتر میشد و یه کارایی میکرد. با اینکه اول اعتراض داشتم و بدم میومد، اما خب بعدش کم کم خوشم اومد. یه شب پدر شوهر و مادر شوهرم خونه نبودن، فقط من بودم. واسه خودم شام درست کردم و شروع کردم به فیلم دیدن. بعد رفتم یه دوشی بگیرم. نمیدونم چقدر گذشته بود که یهو صدای رضا به گوشم رسید. اجازه هست؟ با شنیدن صداش از ترس هی کشیدم و گفتم برو. اما حرف گوش نداد و اومد. هرچی تلاش کردم بره بیرون فایده نداشت و یه اتفاقاتی افتاد. بعد تموم شدن کار اومدیم بیرون و تازه فهمیدم چی کار کردم. ناراحت گفتم تو از کجا پیدات شد؟ جواب داد خب راستش من خیلی وقته که منتظر بودم. جلوی در نشستم. وقتی صدای آب رو شنیدم گفتم بیام تو. پرسیدم کلید از کجا آوردی؟ شیطون گفت از کلیدای یدک بابا برداشتم. چش‌خوره‌ای بهش رفتم. خیلی عذاب وجدان داشتم. وقتی دید ناراحتم گفت من دوست دارم مژگان. آره درسته این کار درست نیست، اما از وقتی خودمو شناختم واقعا تو رو دوست داشتم. وقتی رفیقا میرفتن دختربازی من چشمم به تو بود. منو قبول کن لطفاً. کلافه گفتم من نمیتونم به بهزاد خیانت کنم. بعدشم من همسن مامانتم. چطور اینو ازم میخوای؟ سرشو پایین انداخت و با غم گفت نمیدونم. اون شب از خونه بیرونش کردم و گفتم منو فراموش کن. راستش میترسیدم پدر شوهرم متوجه بشه و اون وقت معلوم نبود که چه اتفاقی میفته. من از همه اینا میترسیدم و نمیخواستم آبروم بره. چند باری باهاش تون حرف زدم بلکه بیخیال بشه، اما اون مصممتر از این حرفا بود. و این من بودم که تسلیم شدم. من و رضا با هم دوست شدیم و وقتی با هم بودیم انگار که دوباره برگشتم به سن جوونی. شاد بودم و میخندیدم. با هم به گردش میرفتیم و خوشگذرونی میکردیم. حدوداً چند ماهی گذشت حس کردم لیلا داره کم کم شک میکنه. من سعی میکردم عادی رفتار کنم و حتی با لیلا صمیمیتر شدم. یه روز داشتیم با هم سبزی پاک میکردیم که پرسید مژگان ازت یه سوال بپرسم ناراحت نمیشی؟ ترسیدم اما به روی خودم نیاوردم و گفتم آره بپرس. با کمی منمن گفت تو با کسی هستی؟ خودم رو زدم به اون رو و گفتم یعنی چی؟ گفت منظورم اینه کسی تو زندگیت هست؟ جدیداً حس میکنم عوض شدی. سرمو به معنی نه تکون دادم و گفتم نه جانم کی تو زندگیم باشه، من با دوستام میرم بیرون. این کارا از من گذشته، اما گیر داد که نه حتما کسی هست. نمیدونستم از این موضوع ناراحت یا خوشحال، از اون اصرار و از من انکار، که بالاخره گفتم اگه کسی تو زندگیم باشه تو ناراحت میشی؟ بی تفاوت چونه بالا انداخت و گفت نه بابا این چه حرفیه، برام مهم نیست، اما خب شاید آقا ناراحت بشه. اینو خودم هم میدونستم، چون پدر شوهرم چند بار غیر مستقیم بهم گفت که تو یادگار پسرم هستی، مراقب باش و از این حرفا. حالا اگه میفهمید با پسر خودشونم چی میشد، قطعاً بیچارم میکردن. نشستم و منطقی فکر کردم. واقعاً این اتفاق درست نبود. تصمیم گرفتم تموم کنم با رضا و برای همیشه برم خونه مامانم. فردای اون روز با رضا قرار گذاشتم و بهش گفتم ببین رضا جان، من تو رو خیلی دوست دارم، اما خب این درست نیست. ما نمیتونیم با هم باشیم و باید تمومش کنیم. جواب داد فکر کردی به همین آسونیه؟ من تو رو ول نمیکنم. اگه تو هم بخوای ولم کنی فیلم‌ها رو پخش میکنم. گیج پرسیدم چه فیلمی؟ گوشیشو از جیبش در آورد و یه سری فیلم نشونم داد. با دیدن فیلم‌ها بعد جوری شوکه شدم. از همه چی فیلم گرفته بود بدون اینکه من متوجه بشم. میدونستم حرفی که میزنه رو انجام میده و من به ناچار بازم ادامه دادم. برای اینکه از عذاب وجدانم کم کنم رفتم خونه مادرم. با اینکه پدر شوهرم و لیلا اجازه نمیدادن، اما خب هر جور که بود اسباب کشی کردم. چندین سال میگذره و من هنوزم با رضام و هیچ کس راز ما رو نمیدونه. مامانم بیماره و اصلا کاری به من نداره. میدونم کارم اشتباهه، اما خب اگه فیلم‌ها پخش بشه بدبخت میشم. نظرتون درباره این خانم چیه؟ به نظرتون کار درستی رو انجام داد؟ اگه شما جای ایشون بودید چی کار میکردید؟ ممنون میشم بیاید تو کامنت نظراتتون رو بگید و یکم با هم دیگه صحبت کنیم.